شما خوبی؟ قربون شما برم. حال شما خوب علی آقا؟ من عالیم. روبرایی؟ من عالی؟ من عالیم. عالی؟ همیشه عالی؟ من همیشه عالیم. چجوری؟ از این مدت به بعد تو زندگی فهمیدم که اگر عالی نباشم همین اتفاقات باعث میشه ضربه بزرگی تو زندگی منجر بشه. آقا سجاد کار شما چیه؟ جان کار شما چیه؟ کار من دانشگاه تدریس میکنم. تدریس؟ بله. به به. چرا این حرف رو میزنم؟ ببین الان مردم ما تو دوران خوبی نیستن. هر کدوممون به همون حرفهایی زدن، وعده هایی دادن. همش یه فرقی نداره، زندگی با ما این وعده ها بله بله و تو ذهنمون داره ساخته میشه دیگه. بشینیم میخوای بری به یه چیزی برسی ولی نمیشه. آره. تدریس 3-4 تا حالا استاد دانشگاه سوار کردم. جدی؟